و از ملت شریف تاجیکستان میخوایم که در پی هر شخصی، هر صدایی، هر گروهی که داد از دفاع از شما میزنن نروید. دقت کنید، افراد رو بشناسید، خاصتا افراد و گروه هایی که خط مشی اونها، سیاست های اونها آشکار نیست. معلوم نیست که خودشون رو به کدام کشور فروختن، به کدام دولت فروختن، به کدام استخبارات فروختن. در پی اینها نباشید، الا کسانی که راه و روش و سیاست آشکار دارند، کسانی که آینده فرزندان شما را تأمین نمی کنند، کسانی که عقیده اهل سنت و جماعت را در تاجیکستان تأمین نمی کنند، کسانی که بر علیه روافض، شیعیانی که در تاجیکستان فتنه و آشوب مذهبی میخوان برپا بکنند، سیاست‌های آشکاری در مقابل اونها ندارند. امروز به بهانه‌های مختلف میخوان که از شیعیان ذکر نکنند در سخنهایشان، در برنامه‌هایشان، در سایت‌هایشون، در شبکه‌هاشون. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نکنه که ایران ناراحت بشه، نکنه که فلان شیعه و فلان حکومت ناراحت بشه. به دنبال اینها نباشید. هر شخصی، هر گروهی، جنرال حلیم است، گروه 24 است، 25 است، 26 است، هر گروه و حزب نهضت است. یک بار تجربه کردید، یک بار حزب نهضت شما را فروخت، یک بار سردمداران حزب نهضت شما را فروختن به روسیه و ایران، یک بار آرمانها و اهداف شما را زیر پا گذاشتن. همینایی بودن که به خاطر کرسی و مقام و منصب اومدن شما رو فروختن. این حقیقت تلخی است که باید بگیم. عقیده و آرمان ملت شریف تاجیکستان رو فروختن. شاید به خاطر 4 سامانی که به اونها حقوق میدادن، شاید به خاطر کسایی که در تهران برای اونها قصر و آرگاه و بارگاه درست کرده بودن. به هر دلیلی بود آرمانهای ملت رو زیر پا گذاشتن و نتیجهش رو امروز ملت تاجیکستان دارن میبینن. شمایی که در اون روز میتونستید تاجیکستان را به دست بگیرید، حکومت اسلامی در تاجیکستان تشکیل بدید، در اون روز آرمانهای ملت و اسلام و مسلمین رو زیر پا گذاشتید. به هر دلیلی که باشه، هیچ بهانه‌ای از شما پذیرفته نمیشه. او خونهای پاکی که در راه برپایی حکومت اسلامی در تاجیکستان ریخته شد، گریبانگیر شما در دنیا و آخرت خواهد بود. آرمانهای خودتون رو زیر پا گذاشتید. امروز هر کدام شما در کشورهای خارج فرار کردید، رفتید و ملت رو به حال خودشون رها کردید. بهتر نبود که سران حزب نهضت امروز در تاجیکستان کشته می شدن در کنار ملتشون، اما از کشور فرار نمی کردن، ملت رو رها نمی کردن. امروز وقتی حجاب یک خواهر مسلمان از سرش برداشته میشه، وقتی که یک جوان مسلمان به خاطر ریش به شهادت میرسه، سران حزب نهضت در پیشگاه خداوند مسئولید شما و همه گروه هایی که امروز به نام ملت تاجیکستان قیام کردن و داد از دفاع از ملت تاجیکستان میزنن. امروز هر جوان تاجیکی که داره شیعه میشه، هر شیعه رافضی که امروز در تاجیکستان آزادانه داره فعالیت میکنه، به خاطر اینها فردا روز قیامت شما مسئول هستید. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هیچ عذری از شما پذیرفته نمیشه. امروز 4 تا صیغه زاده رافضی ایرانی و تاجیک در تاجیکستان آزادانه دارن فعالیت میکنن و شما بودید که به نام اهل سنت، به نام اسلام قیام کردید. کجا شد آرمانها و اهداف شما؟ همه رو زیر پا گذاشتید. امروز در خارج رفتید آرام نشستید و ملت رو به حال خودتون رها کردید. امروز که ایران داره در تاجیکستان فعالیت میکنه، ملت تاجیکستان رو به سوی بدبختی داره میکشه. کجایید شما؟ چرا صداتون در نمیاد؟ هنوزم خجالت میکشن که در مورد ایران صحبت بکنن؟ هنوزم خجالت میکشن که در مورد خمینی زندیق صحبت بکنن؟ هنوزم خجالت میکشن که بگن که ایران در تاجیکستان خیانت کرد؟ هنوزم خجالت میکشن که بگن که ایران امروز در تاجیکستان داره فتنه و آشوب مذهبی به پا میکنه؟ تا به کی میخواید سکوت بکنید؟